نباید تردید کرد که اونچه در سوریه اتفاق افتاد محصول یک نقشه مشترک آمریکایی و صهیونیستی است. بله، یک دولت همسایه سوریه نقش آشکاری رو در این زمینه ایفا کرده، الانم ایفا میکنه، اینو میبینن همه. ولی عامل اصلی اونها، عامل اصلی، توطئه‌گر اصلی، نقشه کش اصلی، اتاق فرمان اصلی در آمریکا و رژیم صهیونیستی است. قرائنی داریم. این قرائن برای انسان جای تردید باقی نمیگذاره. مقاومت اینه، جبهه مقاومت اینه. هرچی فشار بیارید محکم تر میشه. هرچی جنایت کن، گستره مقاومت بیش از گذشته تمام منطقه رو فرا خواهد گرفت. اون تعلیلگر نادان بیخبر از معنای مقاومت خیال میکنه که مقاومت که ضعیف شد ایران اسلامی هم ضعیف خواهد شد. من عرض میکنم به حول و قوه الهی به اذن الله تعالی ایران قوی مقتدر است و مقتدرتر هم خواهد شد.